بسم الله الرحمن الرحیم. قصه امروز ما داستان صحابی بزرگواریه که همتون حتما میشناسید ایشون رو. کسی نیست در شرق و غرب عالم اسم ایشون رو نشنیده باشه. اون کسی نیست جز ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری مشهور هست. طوایف انصاری، خواجه عبدالله انصار، عبیدالله احرار، شیخ احمد جامی، نورالدین عبدالرحمن جامی، اینا همه از اولاد ابو ایوب انصاری به حساب میان. و خب در ترکیه هم خیلی ها هستن که خودشون رو منسوب به ایشون میدونن. در هر صورت یعنی از اولاد ایشون. این صحابی بزرگوار اسمش هست، یعنی در واقع خالد ابن زید ابن کلیبه. خالد ابن زید ابن کلیب از قبیله کلیبه. اما خب دیگه به ابو ایوب انصاری مشهور شده، از قبیله بنی نجار هست در واقع و این کنیش ابو ایوب هست و نسبت ایشون به انصار، از این از انصار مدینه هست. گفتم که همونجور که کمتر مسلمانی هست که ابو ایوب انصاری رو نشناسه و خداوند این چنین کرده که نام ایشون در سراسر جهان برای اکثر انسانها و ویژه برای مسلمانان شناخته شده هست. چرا که همه میدونن که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی به مدینه اومد در اولین خانه‌ای که سکنا گرفت خونه چه کسی بود و این داستانیه که خوبه با هم بشنویم. داستان شیرینیه که چرا که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زمانی که به مدینه رسید هر کسی دوست داشت که پیامبر به خونه اون بره. بزرگان طوایف قبایل می‌اومدن، فامیلای مادر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، داییاش به عبارتی میگفتن بیا به خونه ما، پیش ما باش و چشم‌های همه دنبال این بود که پیامبر شاید تو خونه اونها جای بگیره، چرا که اینها اون حب و محبت پیامبر در درون سینه‌هاشون جای گرفته بود. همه درهای منزل رو باز کرده بودن تا اینکه بتونن که پیامبر خدا از ایشون پذیرایی بکنن. اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم در ابتدای ورود مدینه به منطقه قبا رفت، یا همون روستای قبا که در حواشی مدینه بود. البته الان دیگه جزو شهر مدینه حساب میشه. چند روز پیامبر در اونجا بود. یک مسجدی در اونجا پیامبر ساخت که اولین مسجدی میشه که در اسلام ساخته شده به این معنا که اول مسجد اسس علی التقوا که در قرآن هم بهش اشاره کرده. بعد دیگه پیامبر از اونجا با شتر خودش به سمت مدینه اومد. همه بزرگان مدینه اومده بودن به استقبال ایشون. طلعت بدر الینا و فریادها و صداهایی که برای شادمانی ایشون برپا شده بود. هر کی می‌خواست مهار شتر رو بگیره به طرف خودش ببره شتر رو در خونه خودش، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت نه، شتر رو آزاد بذارید، این مأموریت داره، خودش راه خودش رو خواهد رفت. در هر صورت این شتر همچنین میرفت از کنار هر خانه‌ای که رد میشد دیگه، تا زمانی که به اونجا میخواست برسه همه شوق و اشتیاق داشتن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم شاید خونه اونها برای مهمانی بیاد و سکنا بگیره. همین که شتر از جا رد میشد دوباره غم و اندوه و تأسف بر قلب‌ها و چشم‌هاشون جاری میشد و حاکم میشد و ناراحت میشدن دیگه. این محبتی که بود و این شتر همچنین حرکت کرد و میرفت تا اینکه بالاخره این شتر به یک میدانی رسید، یک فضای بازی رسید روبروی خانه ابو ایوب انصاری. اونجا متوقف شد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از شتر پایین نیامد و همجوری شتر رو آزاد گذاشت به حال خودش. دوباره شتر حرکت کرد رفت و گفتم پیامبر اصلا مهار شتر رو رها کرده، شتر داره راهش خودش رو میرفت. دوباره شتر برگشت در همون محل اول، در همون میدانی که بود، فضای بازی که جلوی خونه ابو ایوب انصاری بود. شتر بر زمین نشست. دیگه در این لحظه شادمانی و خوشحالی تمام وجود ابو ایوب انصاری رو گرفته بود و شتابان به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومد و خوش آمد گفت و کالاهای ایشون رو بالاخره اون چیزی که داشتن بالاخره وسایلشون از اون شتر پایین آوردن، مثل اینکه گنج‌های دنیا رو داره با خودش به سمت خونش میبره. خونه ابو ایوب در واقع دو طبقه بود. طبقه پایین بود که خیلی ساده تر بود و طبقه بالا که به صورت دارای ایوان و شرایط خیلی بهتری هم بود که البته با چوب ساخته شده بود. این طبقه بالا رو خالی کردن برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که ایشون اونجا جای بگیره، اما پیامبر قبول نکرد، گفت برای من طبقه پایین بهتره. ابو ایوب قبول کرد. شب که شد با همسرش وقتی که اینا خوابیده بودن، ابو ایوب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خب پایین بودن بالاخره در خونه، اینها خیلی دچار وسواس شده بودن. میدونید
مونده بودن چی کار بکنن. اصلا بودن نکنه که خدای نکرده ما بین پیامبر خدا و بین وحی فاصله انداخته باشیم، پیامبر زیر مثلا پای ما خوابیده. به این صورت همش اینا دچار نگرانی و دچار مثلا همون وسواس شده بودن. صبح که اون شد اومدن میشه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یا رسول الله ما اینجوریه، بالاخره چنین مسئله‌ای هست. پیامبر گفت نه ابو ایوب ناراحت نباش، نگران نباش، چنین چیزی نیست. شما بین وحی بین من فاصله ایجاد نمی‌کنید، هیچ بی احترامی هم نیست. رفت آمد شما بالا مشکل نیست، بالاخره خونه است و من اینجوری برام پایین بهتره، چون خونه من رفت آمد میشه، کسانی میان و میرن، اینجوری برای من بهتره که شما هم اذیت نشید. ابو ایوب که تو هم اذیت نشی، ایوب هم اذیت نشه. در صورت تا اینکه مدتی گذشت و ظاهرا ظرف آبی چپه شده بود، شرایط خونه خب خیلی چوبی بود، ممکن بود این آب بریزه، هوا هم سرد بود، اینها می که یک مثلا لحافت یا پتوی چیزی بیشتر نداشتند و با اون سعی کردن آبو خوش بکنن، چون مدینه میدونید در فصل زمستان هواش سرده، مثل مکه نیست، گاهی واقعا خیلی سرد میشه. و اون شب رو اینا همش مواظب بودن که این آب رو سر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نچه که باعث ناراحتی پیامبر بشه. فردا اومدن پیش پیامبر گفته یا رسول الله داستان اینجوریه، قبول کن شما برید بالا، همونجا راحت ترید، خونه بزرگتره، مرفه تره، ما هم اینجوری خیالمون راحت تره دیگه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله قبول کرد. حدود 7 ماه پیامبر خدا نقل شده که در خانه ابو ایوب بود تا اینکه مسجد نبی ساخته شد و حجره‌هایی هم برای پیامبر برای همسرانشون در اونجا ساخته شد که پیامبر اونجا نقل مکان کردن، که بعد از اون هم ابو ایوب انصاری در واقع اونجا همراه پیامبر بود، یعنی همسایه پیامبر بود و چه خوش همسایه‌ای که نصیبشون شده بود باشه. خیلی جالبه که حتی نقل میشه پیامبر صلی الله علیه و آله ابو ایوب برای پیامبر همیشه غذا میذاشت، این مقداری غذا تهیه میکرد، بالاخره هم با هم بودن، بگم چیزی که ما شاید حس نکنیم و منتظر بود که پیامبر بیاد که انسان در وقت مشخصه که پیامبر میومد این غذا رو تقدیم ایشون میکرد، بالاخره چیزایی که تو خونش داشت. و اگه خب پیامبر بعد نمی اومد دیگه نیومدن، پیامبر میداد به بچه‌هاش. که نقل شده یه روز سر ظهر عبدالله بن عباس نقل میکنه حدیث رو اگر اشتباه نکنم، آره ابن عباس نقل میکنه رضی الله عنه، میگه که یه روزی ابوبکر از گرما و گرسنگی اومده بود به مسجد بیرون، اومد دید عمرم اونجاست. عمر اونو دید، بالاخره اون دید، گفت این گفت تو برای چی اومدی؟ این گفت تو برای چی اومدی؟ گفت بالاخره گرسنش بودم، چیزی هم تو خونه پیدا نکردم، مدتی هست که من مثلا گرسنگی بهم فشار آورده. دیدن نه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هم اومد، چون بودم شرایط همیشه یک نواخت نبود. پیامبر هم اومد گفت یا رسول شما چرا اومدید؟ پیامبر گفت شما چرا اومدید؟ اینا گفتن داستان این گونه هست و پیامبر گفت خب منم همینجوریه، بریم در خونه ابو ایوب انصاری. خب وقتی نبود که همیشه پیامبر میرفت، رفتید همسر ابو ایوب انصاری داره بالاخره خمیر میکنه، کاری مواد انجام میده، کارهای خونه رو. بعد گفت ابو ایوب هم هست تو خونه. ابو ایوب نخلی بود همون نزدیک کار میکرد. گفت بله یا رسول الله، سر پیامبر رو شنید و همون روی نخل زمان هم بود که تقریبا گفتم اوج گرما هست دیگه، در اون زمان فصلی که بودی که خرماها شروع میکنن به رسیدن. گفت چی داره برای خوردن؟ و این یک شاخه از درخت کند که خرمای نارس و نیمه رس و رسیده، حالا اونجا اصطلاحاً عرب‌ها میگن بسر و رطب و تمر و اینها، این شاخه رو کند آورد. پیامبر گفت برای ما اینو کندی؟ خب اینه که من همون خرمای رسیده رو که می آوردی کافی بود. گفت نه یا رسول الله، می‌خواستم شما از هر سه این خرما نخل من بالاخره بخورید و این خیر و برکت شامل حال ما بشه. که اونجا میگه که گوسفندی رو خواست بکشه. پیامبر گفت حالا که می‌خوای چنین اراده‌ای داری، گوسفند ماده‌ای که داره شیر میده یا تولید میکنه نکش، چیز کوچیکی چیزی بکش بیار. و بالاخره غذایی رو آوردند و نون هم آماده کردن در اون لحظه سریعا، که میان قسمتی هم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله لای نون گذاشت که برای عایشه بفرستید، میگن برای فاطمه رضی الله عنها بفرستید که اون هم من خبر دارم چند روز گرسنه است تو خونه چیزی نخوردن. خب این داستان همسایگی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با ابو ایوب انصاریه. جالبه که ابو ایوب انصاری بر اساس روایت تاریخی جزو کسانیه که در بیعت عقبه ثانیه هم به مکه رفته بود و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کرده بود. نکته‌ای که اینجا وجود داره اینی که این صحنه‌ها و این حالات و این محبت‌ها رو وقتی که بین یاران پیامبر می‌بینیم،
واقعا قابل تأمل. جالبی در همون روایتی که بالاخره اونها نان خوردند و گوش خوردند و خرمای رسیده و نیمه رس و خرمای نرس مثلا خوردن، بعد میگه اشک تو چشمای پیامبر جمع شد، گفت قسم به خدا که این نعمتی است که خدا به ما داده و در برابر این نعمتی که خدا امروز به ما داده روز قیامت از ما سوال خواهد کرد که شما با این نعمت چه کردید؟ آیا شما قدردان بودید نبودید؟ واقعا این بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم بالاخره قدردانی کرد از ابو ایوب انصاری. جالبه که بهش گفتش که فردا بیا پیش من کارت دارم، نفهمید. بعد اومد گفت فهمیدی رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ گفت صداش بلندتر بود، گفت میگه که فردا بیا پیش من. گفت چش یا رسول الله. یک خدمتکار جوانی، دختر جوانی بود که خدمتکار پیامبر بود، مثلا از جزو همون کسانی که بالاخره در شرایطی که اون زمان اون منطقه بود، پیامبر اومد گفت اینو ببر برای خدمت به خانواده خودت، ولی سعی کن بهش محبت کنی، نیکی بکنی و اذیت آزاری بهش نرسه. وقتی آورد پیش ام ایوب گفت رسول الله اینو داده برای اینکه خدمت ما رو بکنه، چون پیامبرم لط نداشت کسی بهش محبتی بکنه جبران نکنه. این طبیعت پیامبر بود، سعی میکرد به بهترین حالت جبران کنه. خب همسرش میگفتن خب پیامبر این ما داده، گفته در حقش نیکی کنید. خب چه نیکی بالاتر از این که ما این رو آزاد بکنیم و این بهترین کار هست. ما ممکنه خدای نکرده ما رفتاری بکنیم باید پیامبر خدا ناراضی بشه و این بود که این رو آزاد کردن. تا همینجا قصه ما رو داشته باشید، چون داستان ابو ایوب انصاری تمام نمیشه. ایشون یک شخصیت مجاهدی است که اصلا در تمام جنگ ها حضور داره به جز یک سال که در دوران امیر معاویه که در اون سال به خاطر یک سری مشاغلی که پیش اومد و الا در همه جنگ ها شرکت کرده که حالا داستان رو با هم دنبال خواهیم کرد. فردا با ما همراه باشید تا دنباله داستان رو خدمت شما ارائه بدم.